من پرسیدم که وضع مالی زندگی من مثلا به چه صورت میشه در نهایت، یا رزق روزی خواهرم به چه صورت میشه، چون یکی از سوالای خواهرای من بود، همون سوالی که به شوخی میپرسیدن که پولدار میشه ما مثلا، و من نشون دادن که برای تمام انسان ها، برای هر انسان، برای هر شخصی ساعت 4:30 صبح قبل از اذان صبح. The experiencer is a Muslim, and in Islam, Muslims pray 5 times a day. The first prayer, Far, is performed early in the morning before sunrise. The interviewee refers to being awake from the very beginning of the Far prayer time. At the time of his experience, this was at 4:30 a.m. However, this time varies throughout the months and seasons depending on the movement of the earth and the moon. آفتابی زده بشه، 2 ملک میدیدن با یک سبدی میومدن پیش نفس اون شخص. میدیدین شما؟ من میدیدمش به صورت یک تصویر میدیدمش. خواهرم رو دیدم، گفت رزقت رو آوردیم، و نفسش به اونا میگفت برو 3 سال و 7 ماه و 3 هفته و چند ساعت و چند دقیقه دیگه بیا، من حالا نمیخوامش. خب اونا میگفتن چرا نمیخواش؟ گفتمش حسین مال نمازمه، من صبح از وقت خواب میمونم، نمیتونم، سنگین میشم، یه روز میخونم ممکنه 5 روز نخونم. اونه گفت آره زهرا تو اونو برداشت نمی کنی، تو اونو که اون رزق دم صبحته رو برداشت نمی کنی. و رزقمو نمیخوام به خاطری که پاک نیستم، چون کینه در دلمه نسبت به این شخص و این شخص و این شخص، من نمیبخشمشون. و ثابت و مشخص و زیاد هر روز ساعت 4:30 صبح طوری بود که من به همونی که هوش شدم به یکی از خواهرام گفتم که نخوابید، هر کاری میکنید ساعت 4:30 صبح نخوابید، منتظر باشین در خونتون 2 ملک میاد با یک سبدی از رزق روزی اون روزتون میاد. یعنی اگر کسی گله میکنه وضع مالی من مشکل داره یا درآمد من مشکل داره، خودشه، به نفس خودش رجوع کنه، چقدر خودش با خودش خالصه. اگر کسی بتونه خود واقعیشو بروز بده که با نفسش یکی باشه، طوری که اگر نفسش دیده بشه و خودش دیده بشه یکی باشن، اون موقع دیگه شکی نداشته باشه که رزق روزیش هم سر همون ساعت داده میشه. و این مستقیما من میدیدم که این 2 ملک با یک سبدی این رزقو به خونه می آوردن. Hey there, we'd love your support on this journey. Hit that subscribe button, give us a thumbs up, and drop your thoughts in the comments. Your love keeps us going. Wishing you all the health, happiness, and peace in the world. Let's make this awesome together.